آن زمان نمیدانستم یوسف با که سخن میگفت و چه میگفت. هنوز هم نمیدانم. به راستی تو که هستی که یوزارسیف این همه عاشقانه ستایشت میکنن؟ یعنی تو شبیه آمون هستی؟ من که باور نمی کنم. من هیچگاه برای آمون نگریستم، برای هیچ یک از خودم، اما بارها شاهد گریه های یوسف برای تو بودم. من برای یوسف بسیار گریه کردم، اما برای تو نه. خیل عظیمی از مردم مصر یوسف را همچون معبودی میپرستند. تو که هستی که محبوب همه مصریان سر بر آستان تو میگذارد؟ بسیاری چون زلیخا در فراق او گریستند، اما او در فراق تو میگرید. تو باید معبود خوبی باشی، وگرنه چون یوسفی تو را نمی ستود و برایت گریه نمی کرد. خوشا به حال یوسف که معبودی چون تو دارد. خوشا به حال تو که بنده‌ای چون یوسف داری. یکی از زنان اشراف طبس به همسر خود خیانت کرده است. فقط شنیدم عاشق شده است. باور نکنید بانی من، عشق مقدس است و عاشق اهل خیانت نیست. کار دل است، دلیل و منطق نمی شناسد. عاشق ناپاکی را به حریم پاک و مقدس دل راه نمی دهد. هوس را نباید عشق معنی کرد. آیا تا کنون عاشق شده ای؟ آری. او کیست؟ تو باید خیلی زیبا باشی که با وجود تو یوسف به همه زیبارویان بی‌اعتنا شده. نمیدانم آیا آنگونه که به یوسف اجازه بندگی و راز و نیاز میدهی به دیگران نیز میدهی. همه که چون یوسف پاکسرش نیستند. آیا سیاه رویان را نیز به حضور میپذیری؟ به درد دلهایشان گوش میدهی؟ یوسف که با همه مهربان بود، تو چطور؟ نمیدانم که هستی و چه هستی.
اما اطمینان دارم که معبود یوسف باید یگانه و بی همتا باشد. بهترین و زیباترین باشد. مگر یوسف او را نمی پرستی؟ من نیز گریه کردم. برای خدای یوسف من نیز گریه کردم برای تو.